من برای جنگیدن به دنیا آمدم. این تقدیر من است. حاضر من سخت باوری دارم که بهترین در جهان میشم. ایلیا توپوریا داوطلب خیلی جدی از اسپانیا. در او یک باوری مخصوصی هست که از دیگر جنگاوران جوان فرق میکند. او باوری دارد که یک روز صاحب کمربند چمپیونی میشود. من ایلیا ماتادور توپوریا. من به همتایم. ایلیا توپوریا قاتل حقیقی است. او ملکه های بهترین و خطرناک دارد. من خیلی خطرناکم. در اکتاگون با من جنگیدن تو باید که هر یک ثانیه با احتیاط باشی. نقشه برای جنگ عادی بود. برآمدن و او را کشتن. ضربه‌زنی او بهترین است. گریپلینگ او بهترین است. این زمان من بهترینم. در این وزن با مانند من جنگاور نیست. من برای این کمربند چمپیونی آمده ایستادم. او به دیویزیون خود برمیگردد که طول چند سال در آنجا شاه بود. الکساندر والکانوفسکی بزرگترین جنگاور وزن نیم سبک در همه زمان. من در بهترین ورزش خود قرار دارم. وقتی که من تمرین میکنم، وقتی که همه چیز از روی نقشه است. محاربت در مدت کوتاه با اسلام من این چیزها را نداشتم. الکساندر والکانوفسکی این ریسک را دانسته با محاربت بلاگری تمرینی برآمد. این مغلوبیت او را از راه نمیزند. او حالا هم چمپیون وزن نیم سبک است. من باوری دارم که آدمان با من باوری ندارند. باوری دارم که آنها میگویند که او با پایان رفته ایستاده است و من در انا همین حالت ها من خطرناکم. من درخشان میشم وقتی که آدمان با من باوری ندارند. والکانوفسکی با مانند تانک است. او وحشی است. او بیرحم است و دائما با پیش می رود. او ضربه نکاوتی دارد. گراوند اند پاوند سخت و راه چمپیونی که از یگان کس کمی ندارد. کسانی که با من باوری ندارند من هر دفعه اثبات میکنم که شما اشتباه کردید. من برای تاریخ خود رقیب عالی جناب دارم. ایلیا بسیار گپ میزند و اگر که او آماده باشد من با او جنگ حقیقی نشان میدهم. او را نیز میشکنم. او جوان، گرسنه، تاب و پرسپکتی بباخته هست که برای کمربند من آمده ایستاده است. اما مرا شکسته نمیشود. من میدانم که لوبای جنگاور را در این وزن فورا شکست داده میتوانم. برای همین این کار در جنگ ضد الکس نیز میشود. من او را در یکم دوم راوند به نکاوت روان میکنم به یگان مشکلی. او سخت در حیرت میماند. من نیت دارم که با آنجا برآمده اعلانی کلان کنم. اساس چگونه ما برمیخیزیم. من همون چمپیون پیشینه خطرناک میمانم. من او را به مکتب میبرم. من باوری دارم که با او درس میدهم و شاید که او صاحب کمربند میشود وقتی که من از جنگ ها میرم. ایلیا تو را شب دهشتناک انتظار است. من حس کرده ایستادم که غالب میشم. غلبه خیلی درخشان. او حتی نمیفهمد که چگونه من او را به خواب روان کردم. الکساندر والکانوفسکی او میراث بزرگترین جنگاور وزن نیم سبک را ساخته ایستاده است. ایلیا توپوریا این شخص قاتل حقیقی است. 17 فوریه UFC 298